چه درد داری از برای خدا همینجا ایستادن گیرد کودک آخر مادر کلانش همینجا پدرش همینجا مادری اوگایش همینجا باز چی میخواهی؟ یک دقیقه تو از لطیفه پول گرفتی برای رفتن برای پول پسرت رو فروختی ها؟ اینقدر سرم رو گران کردی چیکار کرده باشم کردم بگذار که روم اکن تو چی خیلی مادر هستی یک فرزند شیرین دنیا داری میلیون ها آدمان برای صاحب چنین فرزند شدن به خدا دعا میکنند تو چی کار کرده ایستاده ای برای 3 تنگه پول فرزندت رو فروختی چقدر افسانه زور نقل کردی قریب که باور کنم به خدا ای دختر اگر طاهر رو نگاه کنی تو میکنی به این هم وای کمپیری فرتود خودش رو نگاه کردن نمیتواند جمیله رو گویی بغیر از کودکی شکمش دیگر کسی رو فکر نمیکند اگر گویی که نگاه کردن نمیتوانم پدرش هم نگاه کردن نمیتواند مادرم مرا دوست نمیدارد خدا تو رو جزا دهد به این هم داده است البته که به سر تو سلاح نگذاشتن به سر من سلاح گذاشتن کودک رو گذاشته رو گفتن البته که سخن گفتن آسان نیست با من طاهر جان یک با من نگاه میکنی؟ با من نگاه جانم تو برای چی گریه میکنی؟ تو نادرست فهمیدی کلان سالان بازن همین خیلی بیهودگویی میکنند مادرت تو رو بسیار دوست میدارد در حقیقت وای مرا دوست نمیدارد من هم وای را دوست نمیدارم وای گنده است گنده نه مادرت تو رو بسیار دوست میدارد طاهر من هم تو رو بسیار دوست میدارم پدرم هم مرا دوست میدارد همین خیلی نه البته پدرت هم تو رو دوست میدارد گریه نکن بست آبی چشم نریز هممون تو رو بسیار دوست میداریم شد تمام گریه نکن بین همه تو رو دوست میدارد کو بیا با بازی چهایت بازی کنیم تو آنها رو هیچ به من نشان ندادی بیا کو بیا جانم بیا طاهر بیا جانم کو با من بگو اینها چه خیلی نگونه شکل میگیرند من این خیلی ساخته نمیتوانم طاهر این رو همین خیلی گذارم طاهر جان کو ببین با من کمک نمی کنی؟ با من نشون ده من هم میخواهم یاد گیرم بیا بسیار گریه نکن با فکرم این رو همین خیلی میچسبانند این خیلی نه این خیلی نه انا این خیلی طاهر چقدر کودکی بی‌تولی هستی مادرت تو رو نمیخواهد شخصی که پدر فکر میکنی در اصل پدرت نیست تو رو از این دوزخ کشیده گرفتن خواستم لیکن موفق نشدم شخصی که پدر میحسابید اون فریبگر رو چیزی نشود میکشد رفت نکن با خدا که من یگان کار نکردم سلام علیکم دوستانی عزیز اگر شما و یگان یا برادر شما خواهش گذشتن گرنس قزاقستان را داشته باشد پس به شرکت بایرناک ما که سالهای دراز کار و فعالیت میکنند زنگ زنید و اگر شما مشکلی با حجت دارین آنها شما را از خانه تان آمده میگیرند و به خواست الله در راه یگان مشکلی به شما دچار نمیشوند ماشین های زمانوی دارای وای فای بی پول و اگر شما از نام کانال تاجیکس پروداکشن زنگ زنید باز به شما سکید که کلان میکنند رقم ها در روی اکرانتان و در تگ ویدیو از درگاه الهی به شما سفری به خطر را خواهانم مرو عزیزه با اینجا جیغ زد با خدا که من خودم نآمدم عزیزه جیغ زد؟ با آوازی تو چی شده است؟ آوازم گلویم درد کرده ایستاده است با صحبت رو سر کردی تو دمت رو گیر انا دمم رو گرفتم تو کی هستی که عزیزه تو رو جیغ میزند؟ طاهر مرا یاد کرده است منم آمدم او رو دیدم انا اکنون رفته ایستادم با خدا دیگر نمی آیم طاهر چی علاقه دارد؟ چه علاقه کودک یاد کرده است مرا مادرش رو تو مادری؟ طاهر هستی؟ تو خوب هستی؟ این صحبت تو آدم رو دلگیر میکنه تو دم
همت را گیر. جنجال نکن رفت، جنجال نکن. با خدا که عزیزه رو پرسیدم میتوانی. عزیزه ما رو با اینجا جیغ زد. نباشد خودم هیچگاه نمی اومدم. با خدا که نمی اومدم. التجا میکنم جنجال نکن. نه من برای چی تو رو جنجال کنم؟ برعکس من خرسند شدم. بیا ببین حتی بعضا گرفته او را با تماشا بر. کودک با محبت مادر احتیاج دارد. تو جدی میگویی؟ یا من نفهمیده ایستادم. چرا نفهمیدی؟ با مهر و محبت مادر طاهر احتیاج دارد میگویم. خبر کن. با صحبت رو سر کردی. این صحبت تو آدم رو دلگیر میکند. کاش که آن ساعت رو در گوشت جای میکردم که بلکه شمال آواز عزرائیل به نوران نزدیک شده ایستاده را میشنیدی. من حاضر باید روم. بعد گپ میزنیم. شب خوش. با این چی شده باشد؟ آتش بر این بود اینقدر آرام شده است. لیکن خیلی معقولم شد. بسیار خوب شده است. خیر من حاضر این پول رو در جای دلپور میگذارم. پگاه باز با اینجا میایم. شاید که بختیار آمده باشد. جمیله در کجا است؟ زود گپ زن. جمیله کی است؟ جمیله کی است؟ جمیله معشوقه رفت است. محبوبه نوی تو هم شد؟ تو گمان میکنی که من اینقدر بی‌شرف هستم؟ آن طرفش را نمیدانم. زنش را به خود زن کردی، کودکش را پسرت، مادرش را مادرت. ممکن که محبوبهش را هم محبوبت کرده باشی. این خیلی گپ نیست. اگر در حیاتت یگان ارزش نداشته باشد و جمیله گفتند یگان چیزی را ایفاده نمی کند با یگان نفر دیگرش میگویی. با خواب لطیفه گویم اقلا ممکن که بیماریش رو بهانه میکنم. من این خیلی نگفتم شما غلط کردید میگویم موضوع پوشیده میکردد. مادر شما وقت دارید باید با شما یک چیز گویم. در خانه قیامت شده ایستاده است. تو در کجای پسرم؟ دو تاش کفایه نبود که باز سیومش به اینجا. چی گفتید؟ یکون چیز نفهمیدم مادر. میگویم که نمیشود پسرم نمیشود. در یک خانه سه زن نمیشود. کدام سه زن؟ خاندان میگویم. تو خبر نداری مگر؟ چه خیل خاندان؟ خاندان کی هست؟ تو دیوانه شدی؟ میزنی اولاد رو فراموش کردی پسرم. چی این خیل با من نگاه میکنی؟ مادری طاهر را میگویم. مادری طاهر. نوران را فکر کن. تو چه غرق صحبت میشوی؟ شرفه پای مرگ را که سوی خواهرت می آید نمیشنوی؟ مادر جانو ببخشید. مادر اینجا خطا شده است. چی؟ من پسری شما نیستم. شما چگونه انسان ها هستید؟ پدری من کشته شد. پدرم. شما حتی خدا صبر جمیل یاد گرفته نتوانستید. شما چقدر آدمانی پست و رذیل هستید. خدا جزایتان را دهد. عزیزه شنیدی پسرم؟ شنیدی با من چی گفت؟ بله خدا جزایتان را دهد گفتم. البته که پسرم نیستی. پسرم میبودی میگذاشتی که زنت چنین گپ زند. تو شیرم به تو حرام شود. این زن دیوانه است. یگان کسی دیگر رو پیدا کن. خدا تو رو زند دیوانه. بگو پسرم بگو. زنت میگوید تو هم بگو. هرگز قفا نمون. نه من با شما نگفتم. دیگر با کی میگویی؟ در اینجا باز کی هست؟ کاش که تو بر این فرزند رو به دنیا نمی آوردم. لیکن شما نادرست فهمیدید. خاموش شو. گپ نزن. شرمنده. از خودت شرم کن. برای یک زن شده مادرت رو زیر کرده گذشتی. رحمتی پدرت میدید برای توف میکرد. مادر من کار دارم باید زود روم. حال نیست. این زنی عزیزش عقلیم را گرفت. وای بر حالمان. این چیکار کرده ایستاده است؟ در این بازی جای صبر و تردد نیست بختیار. قرار ده و آن را عملی کن. وقت برعکس تو کار میکند. از یاد نبرار. 40 دقیقه آخرت ماند. با عزیزه گویم مرا میکشد. بهترش با طاهر میگویم.
طاهر پسرم پدر جان پدر من تو رو بسیار دوست میدونم مادرم من رو دوست نمیدونم من رو پرتو تو من رو نپرتو التماس بسیار آهسته کار میکنی خبکن با این صورت اگر مرده را گرانی مرده بوی میگیرد طاهر حاضر من با تو بسیار یک چیزی مهم میگویم من پدر تو نیستم پدر تو با یک جای دور رفت پدرم هستی نه من آدم دیگر هستم طاهر جان بیا در اینجا شینیم دو مرد با هم صحبت کنیم آفرین با تو طاهر جان حاضر طاهر وقتی که پدر تو با جای دور رفت من هم تو غمگین نشوی گفته مجبور شدم با تو پدروار رفتار نمایم نه پدرم هستی گریه نکن طاهر ببین من هم بسیار تو رو دوست داشتم در حقیقت بسیار دوست داشتم اگر تو نخواهی من با یگون جای نمی روم باز می آیم لیکن حاضر باید من روم میلش می شود طاهر کمی پیش گفته آقایم همش دروغ بود بازی کرده بودم برای غالب گشتنم باید دروغ میگفتم در این بازی سری مرا فاش نکن گفته آقایم را تا آمدنی من با کسی نگویی غالب میگردیم پدر تو را بسیار دوست میدارد اورا این یک بازی بود است باز ما غالب میشویم اگه ما چرا انتظاریم؟ سرم رو گرنگ نکن فکر دارم که جنه را چه خیل پیدا میکنیم اوه فکر کردن را سرکردی ما نابود بشویم اکا میلش بس کردم کنی تو فکر کن نه اکا من فکر کردن نمیتوانم این کاری من نه البته تو هیچ فکر کرده خوبت رو ویرون نکن همه قوه هایت رو برای خواب بینیت نگه دار اکا خواب بینی چه قربانت شوم از کجا برآوردی این خواب بینی را همین جاییست اکا این آدم با شما واخوردن میخواد مالش تو برو تو کی هستی؟ چی میخوایی؟ اکای ممدو نومی من جان تو مرا نمیشناسی لیکن من تو رو بسیار نغز میشناسم در وقتش با آقای رفت خیلی خدمت کرده بودیم مقصدت رو گپ زن اکا جانی رو میگفته اید تو از کجا میدانی؟ از حسن شنیدم اکا فرض کردیم که بکوبیم اوید این موضوع یکون چیزی میدونسته که هست؟ بله اکا نباشد گپ زن بچه اکا من یک رفیقی در انباری جنیر کار میکردگی رو میشناسم نخود با خدا؟ اکا در وقتش نانی آقای رفت رو کم نخوردیم خطای پوی کرده شده با ما کرده شده است این آدم در کجا است؟ در کجا؟ اکا جویش رو میدونم شما رو برم ایستادنت خطاست رو رفتیم بیدار قبر کن بیدار خواهر در جنگل علم در یک خانه است فقط تو به آنجا میدوی حاضر باز با عزرائیل یعنی با عزرائیل مسابقه کرده ایستاده ای از اون گریخته نمیتوانی بختیار
دختر تو قدر همین انیلی فربهکت رو دون. ریفت رو بین. اینجا هر روز با یک زنی ریفت مشغول میشوم. من با انیل چی کار دارم؟ نباشد چی میخواهی؟ وای با تو دیوانه بر این عاشق است. در این زمان این خیلش رو نمیابی. از عاشقی وای با من چی فایده؟ هم فربه است هم بینمود. این خیل نگوی؟ با فکر من جاذبه به خود خاص دارد. حتی بین ستاره گرم و دلنشین است. با تو چی میرسد از دلنشینی انیل ها؟ نفهمیدم. تو رشک کردی؟ چه خیل تو بپروا بودی کو؟ با فکر من تو نسبتی وای به طرف نیستی؟ بهودا گویی نکن جمیله. بهودا گپ نزن. تو فکری کاری خودت رو بین. مایلش کاری خودت رو کن. مایلش جنجال نکن جانا. در کجا باشد اینها؟ مشغول کرد. تلفنش رو بند کرد. جواب نداد. چی گپ شد؟ باز همون عجینه هایت زنگ زدن؟ عجینه ها وای ها میخیله. خانه بیا. تو رو انتظارم. این پیامک از کی؟ از بانک. در همین ساعت؟ آنها سرشون زدگی عقلشون رو خوردند. چی گفت شد؟ دلم تنگ شد. دلم البته این قدر هیجان رو وجودم برداشت نکرد. ای بچه تو چه میگویی؟ زود به یگان دکتر میرویم. رفتیم. نه من میروم که شما چیکار دارید در نزد دکتر؟ من خودم میروم. ای بچه بیهوده گپ نزن. ممکن که دلت زده ایستاده است. نه که با این درجه نیده دلم نمیزند. فقط کمی تنگ شد. شما نهایت من میروم. شما در یگان جایی تاکسی برده مرا فرارید. من با تاکسی میروم. در یگان بیمارخانه خودم رو نشان میدیم که شما کار بسیار دارید. شما گفتگو رو دام دیده که باوری داری؟ البته. گوش کن. اگر یکم گپ شود به من زنگ زن. مایلش که مایلش. پروانه کن مرا انتظار شویله میآیم. های کنید من راه رو به شما میفهمونم. حالا هم از عمر یگان خبر نیست؟ نه پدر. از این زیاد دیگر انتظار شدن نمیتوانم. روید انیل رو برداشته بیارید. یک پرس و پاس کرده فهمیم. با آن به عقل باور نمیکنم. فهمیدم پدر. شوازم به نزدت بیایم.
در اینجا چیکار میکنی؟ جمیله من با علم در یک موضوع بسیار مهم نصیحت کردنی بودم. التماس باز داد نزن قربان شوم، یگان کس نشنود. چی؟ من برای چی داد زنم؟ چیکار میکنید کردن گیرید؟ چی گفته دیگم؟ جمیله حامله دار نیست؟ حامله است. یکی کودک از بختیاری. نباشم از کی است؟ همان رو گفتگو داریم اکا. ما هم نمیدونیم از کی بزنش. ما هم اصلا فکر داشتیم مگر از تو نیست. دبم رو گیر بس کن. جمیله گوش میکنم. با عقلم آمد گفتم آنم آقای رفت رو دیدم. از خودش بودنی کودک شبه دارد، خبردار باش. از خودش بودنی کودک شبه دارد. دیروز باور نداشت، امروز شبه دارد. نباشد پگاه باور میکند. در جای بودکیت ایست. با نظام درآ. تو در کجا بودی؟ یک کس رو میگفتم. زن بود یا مرد؟ زود گپ زن. مرد بود، پروا نکن. من برای چی پروا کنم؟ تو برای چی مرا جل زدی؟ یا که مرا یاد کردی؟ ایستا، با جایت گذر. من تنها فهمیدن خواستم. تو فکر مرا کردی؟ مرا فکر کردی؟ شب پرک خوردکه که من تو رو میخورم. انیل، در همین دنیای کلان فقط مرا نخورده موندی. علم، من تو رو دوست میدارم. مایلش برو. باری دیگر به زنگ من جواب ندهی بعد احوالت بد می شود. تو فقط امر کن سلطانم. برو کنی. چی کار میکنی ها؟ با یک بوسه تو من 40 بار میمیرم. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ انیل زود برو، با تو میگویم دستگیر میشوی. مردنی باشم در بغلی تو میمیرم. با تو میگویم برو انیل. زود زود. مایلش زود باش. رفت بس از سخی. احمق. آخر او ستاره گرم است. نه علم، یگان چی فکر نکن، این خیلی نیست. خوب بینی نباشد. علم رو بوسه کردم. بوسه کردم. می آید. حاضر او را گرفته میبریم. اگر این خوب باشد من از این خوب بیدار شدن نمیخوام. این از همه خوبی زیباترینی دیدم. علم.